دو نفر داشتن فیلمی رو میدیدن، بعد یه اسب سواری بود تو اون فیلم. اینا گفتن که بهتر ما شرط بندی بکنیم که این اسب سفید برنده میشه یا اسب سیاه برنده میشه. یکشون میگه من اسب سفید و اون میگه سیاه و بعد همون سفید برنده میشه و بعد اون کسی که برده 50,000 تومان قرار بود بدن بهش، 50,000 تومان بهش میدن و اینم میگیره، ولی یه کمی نگران بود و اینا. بعد میگه نگران چی هستی؟ میگه که والا یه خورده شروع میکنه عکس گرفتن که والا من روز قیامت نمیتونم جواب خدا رو بدم، برای اینکه این پول سهم من نیست، برای اینکه من این فیلمو 3 دفعه دیده بودم و میدونستم که این اسب برنده میشه. یارو گفت نگران نباش نوش جونت، من خودم 5 دفعه دیده بودم ولی گفتم که شاید این دفعه چیز بشه، مثلا این برنده بشه. نمیشه عزیز من. فکر میکنه همه آدما سرنوشت 1000 نفر رو دیدی تو، بخون تاریخ بخون ببین که کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، اینا رو برو تماشا بکن. وقتی فکر میکنه که نه اونا این دفعه این برنده میشم، من این دفعه من ظلم میکنم و حق اینو میخورم حق اون میخورم ولی برنده میشم، نمیشم چیزی. این خوابی که دیدی درسته، این فیلمو ما دیدیم، ما فیلم عالم رو دیدیم که خوبی در نهایت بر بدی غلبه میکنه.